بینندگان گرامی سلام. ما بازم در موضع سر ماست. البته موضع گفتن برای من بسیار دشوار است، اما چی علاج که از دهه خبری نیست و ما در جای حاضر قرار داریم که برای هر یک همدهگان من بسیار جای مقدس، جای خاطرمان به حساب می رود. همین یک پارچه زمینی که می بینید شاهد بسیار مراسم های خرسندی و عزاداری مردم ما گشته است. در این پارچه زمین مسجد و چایخانه دهه سر ماست بنیاد یافته بود و همه روزه مردم 5 وقت نماز خود را در همین مکان میگذارید. خداوند همه این نمازهای خواندگی ما را به درگاهش قبول کرده بود و در موسم های تیر ماه تا زمستان و بهار مردم هر بگاه بازیافت خانه چیزی که می دوشند از خوراک و طعام آورده در همین جا در یک جایگی از نان و طعام یکدیگر تناول میکردند، از هر خصوص صحبت کرده از احوال یکدیگر با خبر میشدند. به قول نان و نمکخوری یکدیگر میشدند و من با باوری گفته میتوانم که از دست همه مادران و خواهران سر ماست نان خوردم. و اینجا مکانی هست که هر وقتی که یگان خواهر یا برادر ما توی عروسی دامادی اگر برپا میکرد، در همین مکان فرسنده خدا میگذارانی، دسترخوان تویانه آراسته میکرد، مردم را خبر میکرد. مردم هم با یک چهره تویانه شادیانه همه حاضر میشدند و به خرسندی خواهر یا برادر خود همراه شده یک خرسندی میکردند و در آخر همه دست دعا برداشته آنها را برای مستقلیت در حیات با دعای خیر گسیل میکردند. و بازم اگر یگان نفر از همدیگان ما از دنیا میگذشت، مراسم جنازه او را هم در همین صفحه در تگ چنار جنازه‌اش را برپا میکردند و همه بازم با دست دعا با غم و اندوه به خانه آخرتش گسیلش میکردند. و حاضر من نمیدانم که اولین آخرین گذشتگان ما کیها بودند. خداوند از اولین تا آخرین گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کنند.